حادثه‌ای که با امید توجیه شده است البته ما فرماندار مقامات حفظ حقوق رو وادار می‌سازد که در این مورد خیلی مسئولیت بسازد. من یک سوال به سر شما رساندنی هستم که اگر سالهای 2010 متاسفانه بعضی ولایت‌های پاکی شهروندانی که به مقامات حفظ حقوق دستگیر کرده آورده می‌شدند روی داشتند. شما در این باره خوب می‌دانید این باشد سنگ و شادی و در شبه‌های کارهای داخلی نوعی شما منصور برسین و در چند دو ولایت‌های دیگر هم هستند در اکرام‌زاده حمزه در مؤسسه اصلاحی که حادثه‌های بین‌المللی رنگین است و ما سر این مسئله‌ها البته فرمانداری جنایتی آغاز نمودیم و شخصانی که این کردارها را صادر کردند در دایره قانون و جوابگری کشیده شدند. مشخص درباره توجیه باشد او در گمان صادر کردن عملهای تروریستی اکستریمیستی آورده شده بود و برای از جوابگری جنایتی دور ماندن برای فرار کردن از باشونه دوم بینای شعبه کارهای داخلی شهر اسکارات رو با پایین می‌خواهد کرد و متاسفانه خودش شکسته می‌شود و او باز دستگیر کرده شده نسبت به چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق کرده شده او در مؤسسه تحقیقاتی نگاه داشته می‌شود. حالت سلامتی‌اش آنقدر بد نبود مثل مقرری بود لیکن از خلاصه‌ای که ما این مسئله را در مورد سنجش قرار داده شدیم هم حالت فرار کردنش که مقامات‌های حفظی حقوق تمام چاره‌های بخطری را ناندیشیدند که او امکانیت یافته از فرار کرده از باشونه دوم پریده پای خود را شکسته است نسبت پایه‌های مقامات حفظی حقوق مقرری قانون‌گذاری پرونده جنایتی آورد. باید حالت فوتش در مؤسسه تفتیشاتی باشد. امروز سنجش از جانب پرکاتورای ولایت صبح ادامه دارد. البته پیشکی باید خلاصه نکنیم. تنها من خلاصه اکسپرتیز سودی تیپی رو و سهم شما رساندنی هستم که امروز مالکه اون رو لایک کردیم هست پیشکی خلاصه پیشکی که او در نتیجه نورسویی پیشنیوی کسری‌های فشار و دین به این حالت فعالیت آمده رسیده و سنجش ادامه دارد. ما می‌سنجیم البته یک خلاصه تشخیصی شده که برای ما همچون دلیل مطلق برای بودن یا نبودن این حادثه شده نمی‌تواند اما در مجموع به این کردار باور می‌کنیم.